خب به ویدیو قبل در مورد رو و کالم ما معلومات گرفتیم، یاد گرفتیم، عملی انجام دادیم این موارد. حالا به خاطر معلومات بیشتر منبع اصلی کجا هست، ما میتونیم از کجا در مورد وجتا یاد بگیریم یا کل وجتا. آدرس اصلی یا گرفتن در واقع معلومات یا داکیومنتیشن خود api.flutter.dev. شما به این موقعیت که بیاین میتونید معلومات کامل دریافت بکنیم و همچنان آفلاین هم میتونیم این داکیومنتیشن داشته باشیم. ورژن استیبل یا مین چنل میتونیم یه قسمت دانلود کنیم که بالای 700 MB. بالفرض ما میخوایم در مورد رو که مطالعه کردیم بیشتر معلومات کسب کنیم. رو تایپ میکنیم، رو کلاس، رو متودا، کانسترکتور، رو پراپرتی، هر کدام این موارد رو میشه انتخاب کنیم معلومات بگیریم. خود رو انتخاب میکنم. اولی که تعریفی داریم به شکل خلاصه: a widget that displays its children in a horizontal array. به یک اره هورزونتال چایلد آخر نمایش میده. بعد توضیح داده که دیگه موارد مثال لیست ویو هم میشه داخلی استفاده بشه. و حالا ببینیم نمونه. این یک دونه رو مثال واسط کردن، نتیجه مثال این چیز میشه. چایلد از او یک اکسپندریه، یک اکسپندد دیگه که داخل اکسپندد هم یک نوجتیه که باز این مثال میخوایم در مورد اکسپندد یاد بگیریم، باز دوباره اکسپندد سرچ میکنیم. یک دونه تکست داریم، یک دونه اکسپندد برای اینه که کل فضا رو بگیره. خب کلا تقسیم بشه بین از این. فیتد باکس هم بازم یک ویژگی داره. توضیح داده و هر کدام مثال مختلفه. باز توضیح داده اگر رو زیاد شد مقدار حالت میشه. به این خاطر باز ما چی کار بکنیم و به این صورت مثلا کانتینر یاد گرفتیم. کانتینر سرچ میکنم، فقط کافیه کانتینر کلاس انتخاب میکنیم. بعضی وجتا ویدیو هم داره، شما میشه ویدیو رو ببینیم کامل توضیح داده. بعد یعنی این مثال یک دونه کانتینر که به سنتر قرار گرفته، مثلا مارجین داده، کالر داده، ویتو هایت داده. یک مثال خیلی مثال با جزئیات کانتینری که کانسترین داده، بعد کالر الاینمنت داده. ما استفاده نکردیم الاینمنت به خاطر اینه که همین کانتنت انتقال پیدا کنه بالا پایین چپ راست. ترانسفورم کرده، یعنی یک حالت کچ شده به قسمت. چایلد از این مثال یک متن استایل داده به خود چی و به همین صورت. تعریفی هم که به بالا داریم: a convenience widget that combines common padding, positioning and sizing widgets. کل ویژگی های padding و positioning و مارجین و این مثال رو داره. درست به قسمت اینم فراموش کردیم. باز میم داخل در اصل خود فلاتر میم فلاتر دات دیو و قسمت داکیومنت به میشه که اینه به API Docs کلیک کنیم یا از قسمت API رفرنس کلیک کنیم. بازم ما رو به این موقعیت میاره. کاتگوری هم شده به قسمت و قسمت وب داریم مثلا VM مخصوص دارت مواردی که داریم و تمام. اینم داشته باشیم و میشه از قسمت استفاده کنیم. موفق باشید.